چه کنیم که توی رژیم پوستمون شل نشه؟ یعنی رژیم کاهش وزن داریم، چیکار کنیم که پوست بدنمون شل نشه؟ خیلی سریع نباید وزن کم کنیم. بیمارایی که مراجعه کننده هایی که اصرار دارن که سریع وزنشون بیاد پایین، با رژیم شدید باعث میشه که کاهش وزن ناگهانی داشته باشیم ولی پوستشون شل خواهد شد. سوزاندن چربی های اضافی بدنتون با سرعت زیاد باعث میشه که پوست نتونه خودشو انطباق بده، بنابراین افتادگی پوست خواهیم داشت. از رژیم های زودگذر و سخت اجتناب کنیم. اجازه بدین تحت نظر یه متخصص تغذیه کاهش وزن انجام بشه و هفته‌ای حد اکثر 1 کیلوگرم کاهش وزن داشته باشیم. تمرین های هوازی یا تمرین با وزنم باعث میشه که سرعت جایگزینی عضلات بهتر بشه، یعنی چربی آب میشه به عضلات جایگزین میشه که این افتادگی پوست به وجود نیاد. و نوشیدن آب، پوستی که آبرسانی بهش انجام شده قطعا میتونه خودشو با شرایط اون کاهش وزن انطباق بده. نوشیدن آبم به این صورت باشه که در طول روز جرعه مصرف کنیم، یعنی همیشه آب همراهتون باشه که جرعه میل شود. ممنونم.